هنوز بافت کوین تو این شکلی میزنی؟ بیا بهت یاد بدم چجوری یه بافت کوین خوشگل داشته باشی. اول گوش تا گوش، بعد فرق وسط، بعدم یه مثلث نازک. برای زدن بافت کوین نیاز داریم که اول بافت هلندی رو به صورت 0 تا 100 بلد باشیم، بعد بیایم برای زدن بافت کوین. خب 3 قسمت مو دارم، چپ زیر وسط، راست زیر وسط. راست که رفت زیر وسط بهش یه تار مو دادم. دقت داشته باش که اگه قرار بافت کاور بزنی، لایه هایی که اضافه میکنی بهتره از نازک به درشت‌تر بره. لایه های مویی که داری بهش اضافه میکنی از نازک به درشت‌تر بره. اما اگه قرار بافت کوین حالت مش بزنی، معمولاً میتونم بهت بگم که برای هر مویی که برمیداری نیم سانت کافیه. I got broads in Atlanta, just to the lean, the family.